موضوع این ویدئو یکی از مواردی است که خیلی خودم تجربه کردم. یک سری هنجارهایی که بهمون القا میشه و باعث میشه که ما نتونیم اقداماتمون رو پیش ببریم، که نتیجه اون اقدامات برامون پول میشه، آرامش میشه، میدونین، زندگیمون رو بهتر میکنه. و میخوام این موارد رو یه چند تاش رو خدمتون عرض بکنم. اینا رو کنار بذارین، به شکل باور نکردنی تو زندگی موفق میشین. اولین مورد هنجارهایی است که ما مثلا تو تبلیغات سعی میکنیم رعایتشون کنیم که نباید رعایت کنیم. مثلا من یکی از مواردی که داخل دوره آموزشی میگم، تکرار محصولمون به مشتریه واسه این که بتونیم بهش بفروشیم. درسته؟ خیلی هم میگن که این بده، این بی احترامیه، مثلا مزاحمته. خب و همین افکار باعث میشه که شما اون اقدامات باید رو انجام ندین. شما باید محصولتون رو به زور به طرف بفروشین. خب ذهنیتتون باید اینجوری باشه. اگه اینو نداشته باشین نتیجه خاصی نمیگیرین. یعنی اینو از تجربه بهتون عرض میکنم. حالا شما وقتی میایین اینو رعایتش میکنین، دیگه کارهایی که باید رو انجام نمیدین. شاید مثلا طرف بگه که چقدر آدم خوبیه، واسه فروشش فقط یه بار میگه بهم مثلا این محصول رو بخر. خب شما اونجا باید تکرار بکنین، انقدر مثلا مزیت رو بگین ببین اینو نداشته باشی این اتفاقات مثلا بد واسط میفته، اینو نداشته باشی این اتفاقات بد میفته، آینده نخواهی داشت. مثلا به جای اینکه اینا رو انجام بدین، حس میکنین که اینا، یعنی واسه من اینجوری بوده، حس میکردم که اینا بده، بی احترامیه. اینکه واقعیت رو به طرف بگم بی احترامیه، اینکه محصولم رو پرزنت کنم بی احترامیه در بعضی نقاطش. مثلا توی رشد فردی من میگفتم اینو نگیری تو به نتیجه نمیرسی. بعضی وقتا توی مثلا پیوی بهم میگفتن که تو ناامید میکنی ما چیز نیستیم، مثلا دیگه نمیخوایم ازت چیز بخریم. خب یه چنین اتفاقاتی میافتاد داخل پیوی وقتی من داشتم پروموت میکردم. و زمانی من چندین بار خودم رو متوقف کرده بودم، وقتی دیدم اینجوریه، بازخورد اینجوریه، خودم رو متوقف کردم، گفتم شاید داری اشتباه میزنی، شاید اینجوری این راهش نیست. و رفتم و بعدن که دوباره اومدم این مسیر رو تکرار کردم، چندین مسیر رو رفتم، نتیجه نداد، اومدم دوباره زور زدم واسه فروشم، اون مرز رو رد کردم، تونستم بفروشم. اون زمان بود که پول به سمتم اومد. خب یعنی انقدر بهشون تکرار کردم، انقدر بهشون گفتم باید اینو بخری، اینو نخری نابود میشی، همه بهت خیانت میکنن اینو نخری، انقدر اینا رو بهشون گفتم، اصول در واقع فروشه دیگه، انقدر اینا رو بهشون گفتم، در نهایت گفتن آقا تسلیم، تو قوی بودی، دستشون رو بردم بالا. پس اینو باید داشته باشین. خیلی وقتا این هنجارهای نانوشته هم میتونیم بهش بگیم، بعضی وقتا نوشته میشه بعضی وقتا نانوشته، ولی اینها رو نباید رعایت کنیم. اگه در مسیر رشدتونه باید از روشون رد بشید. خب و کی من یه ضربه سنگینی خوردم؟ زمانی که ما تو تلگرام داشتیم در واقع توی استاد کوچ تبلیغات انجام میدادیم توی پیوی ها. خب بعد ما دیدیم که مثلا چون تلگرام قضیهش فرق میکرد، ما تازه ورود کرده بودیم، یه دفعه دیدیم همه ما رو بلاک کردن، کسکشا همه ما رو بلاک کردن، اکانتمون اسپم خورد، بعد 7 روز اصلا باز نشد دوباره ما بتونیم پیام ارسال کنیم. خب یعنی به این صورت بود قضیه. حالا این یکی از استراتژی کسب و کار من بود، میخواستم اینو انجام بدم، بعد دیدم همه بلاکمون کردن. بعد فهمیدم که این در واقع به صورت حضوری مثلا به طرف میگه ببین اینا رو نداشته باشی، از اینجا بری بیرون زندگی تموم میشه.
اینا رو من به طرف نگم، طرف ازم نمیخره. بعد آخرشم تو این کارو نکنی مجبوری مثلا یک دیتابیسی بگیری ببری داخل تلگرام، مثلا بخوای تبلیغات رو انجام بدی که همه بلاکت میکنن. تو اون راه که تو یه بارم بگی بلاکت میکنن. میدونی یعنی زندگی اینجوریه. وقتی شما مسیر رو که باید میرفتین مانع روبروتون اومد، اون مانع رو رد نکردین، لهش نکردین برین جلو، از جای دیگه میزنتتون. یعنی من اینو حس کردم، گفتم بابا چی شد یه دفعه همه بلاکمون کردن. واقعا یکی از تجارب عجیب زندگیم بود. فهمیده بودم که مسیر رو باید برم جلو، برگشتم تو همون مسیر دوباره. خب زور زدم برای فروش و نتیجه‌ام رو هم گرفتم. شما هم دقیقا باید اینجوری باشین. آدم ها حرفشون 2 قرون نمیارزه. شما باید برین جلو. شاید بگیم بی احترامی میشه، من نمیتونم اینقدر پرزنت کنم محصولمو. من بهت میگم که نه، اونجوری هم نیست. تو باید بفروشی در نهایت. چه بی احترامی بکنی بفروشی، چه بی احترامی نکنی بفروشی، باید این محصول رو بفروشی. حالا بی احترامی چیه؟ بی احترامی یک سری احساساتی است که رو طرف ایجاد میشه دیگه، درسته؟ احساسات زود گذرن، باید اینا رو بذاری کنار، کارتو باید انجام بدی. پس خیلی خیلی این قضیه مهمه. پس تو زندگی اینو همیشه داشته باش. حالا من از بیزنس خودم بهتون مثال زدم، گفتم شما هم درک بکنیم منظورم چیه دقیقاً. ما تو زندگی اینا رو خیلی میبینیم. خب هنجارهای نانوشته، آقا با فلانی بلند صحبت نکن، چه میدونم رفتی مثلا پیش یارو، چه میدونم واسهش یه هدیه ببر. خب یک سری هنجارهای نانوشته عجیب و غریب داریم که اصلا نمیدونیم از کجا اومدن اینا. خب پس ما باید اینا رو لهشون کنیم، اینا رو نباید بذاریم تو زندگی ما ادامه پیدا کنه، بقا پیدا کنه، این افکار نامربوط که اصلا نمیدونیم از کجا اومد. اگه دلیل منطقی داشت، اگه واقعا میدونی از لحاظ محیطی، از لحاظ قضیه واقع گرایانه است یا نه. اگه واقع گرایانه بود که انجامش بدیم، مشکلی ندارم. خب یعنی اینو باید در نظر داشته باشیم. بعد خلاصه اون قضیه رو بهتون بگم که وقتی بلاک شدیم کل هزینه هایی که کرده بودیم واسه اون دیتابیس و اینا کلا از بین رفت. اون شماره هایی که گرفته بودیم اون از بین رفت. و این نشون میده چقدر زندگی بیرحمه. نشون میده که چقدر زمانی که ببین توی زندگی یا باید بزنی یا میزننت. اینه قضیه تو زندگی. باید بزنی. وقتی فرصت اومد باید بزنی. فرصت اومد با زور باید بفروشی محصول تو. اگه نفروشی بگاه میری. صادقانه بهتون عرض میکنم. مورد بعدی که توی زندگی خیلی مهمه مورد باج دادنه. ما نباید به کسی باج بدیم. به هر شکل و برای هر نحوی شده نباید به کسی باج بدیم. خب باج احساسی میتونه باشه، باج پولی میتونه باشه. خب نباید باج بدیم به کسی. نباید هم به کسی رحم بکنیم. خب وگرنه مشکل پیدا میکنیم. یکی از دوستانمون توی بیزنس، ایشون در واقع یه دونه کارمندی داشتن، کارشون رو درست انجام نمیدادن. این آدم اخراجش نمیکرد، به حالش مثلا میسوخت، مثلا زندگی ضعیفی داشتند، خب به حالش در واقع دلش میسوخت و اینو اخراجش نمیکرد. میخواست که مثلا پول ببره واسه خانواده‌اش. کاملا هم قابل درک. ما که داریم الان بهش فکر میکنیم آره دیگه این قضیه. ولی متاسفانه همون آدم یک ضربه بزرگی بهش زد. بعدم فهمید که این آدم یک دزد کاملی بوده، از رو هر فاکتوری یه چیزی برمی داشته، تو جیب خودش میذاشته. خب و کاملا ما اونجا فهمیدیم، یعنی منی که رفته بودم واسهش مشاوره و اینا میدادیم، کوچینگش میکردیم، من اونجا فهمیدم احساسات چقدر میتونه مخرب باشه. احساسات نباید منطق ما رو کنترل کنه. ما باید بیرحمانه چیزهایی که منطقمون بهمون میگه رو بهش عمل کنیم. خب خیلی مهمه این قضیه.
احساسات میمونه واسه یه زندگی شخصیمون. البته اونجا هم کما به میزان لازم، چون ما آدمایی هستیم که احساسات رو داریم دیگه. احساسات چیزی نیست که ما بتونیم کنارش بذاریم. ما ربات نیستیم. باید واقعیت رو ببینیم. ما ربات نیستیم بخوایم احساسات رو کنار بذاریم. احساسات رو بذاریم واسه زندگی عاطفیتون، واسه در واقع پارتنرتون، واسه دوستاتون. خب پس خیلی مهم این قضیه. و خیلی مهمه که آدم ها نباید، همون موضوع باج گرفتنه، آدم ها نباید بفهمن که با داشتن یک در واقع مورد خاص از شما میتونن ازتون باجگیری بکنن. این میتونه هر چیزی باشه. خب مثلا یک مورد خاصی و مثلا از زندگی شخصیتون به یه شخصی گفتین، مثلا به یه دوستی گفتین، الان مثلا باش در واقع دیگه دوست نیست. اون شما رو دفعه تهدید میکنه، میگه من میگم اینو میگم آبروتو میبرم. شما باید بگی برو بگو، مادر قهبه برو بگو. خب دقیقا همینجوری باید رفتار کنی. به کسی نباید باج بدین زندگی. باج بدین زندگی ولتون نمیکنه. خب و بایستی بدونی انقدر باید از لحاظ منتالیتی قوی باشین، انقدر باید ذهنیتتون قدرتمند باشه که چنین باجهایی به کسی ندین. خب و تو هر زمینه‌ای، میگم حالا این یه مثال بود خدمتتون عرض کردم، توی هر زمینه‌ای به هیچ کسی باج ندید. وگرنه بازنده بازی شما میشید. لازمه این که ما باج ندیم اینه که توی اقداماتمون صریح باشیم، رک حرفمون رو بزنیم، رک خواسته هامون از طرف یا مثلا زندگی بگیریم. خب خیلی مهم این قضیه، چون شما این کار رو نکنین یا گیرنده هستین یا در واقع دهنده. خب تو زندگی شما باید گیرنده باشین، همیشه بگیرین، پول رو بگیرین، زندگی رو بگیرین، آسایش رو بگیرین، آرامش رو بگیرین. خب اینا رو نباید به کسی بدین، اینا رو باید فقط بگیرینش. کسی هم اگه بخواد دریافتش کنه خودش هم باید بگیره اینا رو. خب شما نباید به کسی بدین. توی زندگی باجی نباید به کسی بدین. توی زندگی یک در واقع کار خاصی که حس میکنیم واسه سود شما نیست نباید انجام بدین. خب اولویتتون باید خودتون باشه. بعدش هم توی زندگی یه نکته هست. وقتی شما رک هستین، خواسته هاتون رو طلب میکنین، خواسته هاتون رو به زور میگیرین. خیلی مهمه این قضیه. یعنی یه دفعه زورتون رو میزنین، خواستتون رو میگیرین. خب یعنی اصلا طرف باید بفهمه که شما آدم مثلا عام نیستین. شما یک آدم حرفه‌ای هستین، خودتون رو رشد دادین و میدونین که چی میخواین. وقتی اینو از شما ببینن احترام به شما میذارن. ارتباطاتتون به اندازه گسترش پیدا میکنه که به شما احترام میذارن. خب و زمانی که کاملا استوار جلو میرین تو زندگی، چیزایی که میخواین رو میگیرین تو هر زمینه‌ای، تو زندگی، توی بیزنس، خب توی پول. مثلا مشتری میاد، اون پولتو باید بدی به من بالاخره، یا اینجوری یا اونجوری باید پولو بدی به. خب اینجوری باید باشین. ذهنیتتون باید اینجوری باشه. اگه اینجوری نباشین بازنده میشین. همین سادگی. خوب. آره اصلا فوق‌العاده بود اون روز. یادم میاد من از سگ نظریم. مورد بعدی راجع به همین موضوع باج هم من یک مثالی بزنم. وقتی یک دوستی دارین، یک فامیلی دارین،
شما براش زنگ میزنین همیشه واسش مثلا حالشو میپرسین، مثلا واسش یه چیزی میخرین. خب این آدم ها متاسفانه بعد از مدتی عادت میکنن و وقتی عادت کردن فکر میکنن که شما هستین که بهش بدهکارین و عملا دارین باج میدین بهش. شاید نفهمین، از لحاظ احساسی از لحاظ مالی دارین بهش باج میدین و این باعث میشه که طرف دیگه اصلا حسابتون نکنه. وقتی شما بیش از اندازه این موضوع احترام من مطرح کرده بودم 50-50. خب شما بیش از اندازه به طرف مثلا احترام بذارین یا مثلا چی میگن در واقع بهش زنگ بزنین حالشو بپرسین، فکر میکنه که بهش در واقع یک دینی دارین یا مثلا چی میگن بهش بدهکارین. خب و چیکار میکنه این آدم؟ شما رو کنار میذاره، در نهایت شما رو کنار میذاره و اون زمان خیلی سخته بازاتون، چون شما دهنده بودین اینجا. خب گفتم دیگه همیشه گیرنده باشین، دهنده نباشین. شما چون دهنده بودین اینجا در واقع مشکل شما پیدا میکنه. خب شما مثلا اعصابتون خورد میشه، چرا فلان اینجوری میکنه، چرا بیزاری اینجوری میکنه، چرا مثلا دیگه به مثلا تماسامو سرد جواب میده، دیگه تماسامو جواب نمیده، میگه همش کار دارم، نمیاد مثلا بریم یه کمی بچرخیم موجود بریم یه سفری بکنیم. خب خیلی مهمه، باید متقابل باشه. اگه دیدین یه چیزی متقابل نیست سریع بگین در واقع ازش جدا بشین. سریع کار رو جمع کنین، اصلا دیگه به طرف زنگی نزنین، طرف اصلا دیگه حسابش نکنین. بعد مطمئن باشین طرف زنگ میزنه، مطمئن باشین تو ذهن شما میگذرین. خب این کار خیلی مهمه. من تو زندگی خیلی این موضوع رو تجربه کردم و کامل کنارش بذارین. یعنی دیگه اصلا کامل شماره‌اش حذف کنین، همه چیزو حذف کنین از زندگیتون. بعد یه دفعه میبینین که چیز شد. حالا اون زمان میتونین متقابل کم کم به پایین ببین میاد بالا یا نه. شما میری بالا میبینی نمیاد، میای پایین. خب دقیقا اینجوری باید باشین و این فوق العاده شما رو قدرتمند میکنه. فوق العاده منطقتون، ذهنیتتون، نگاهتون به دنیا رو قوی تر میکنه. یه چیزی که هست، ما فکر میکنیم اگه ما دهنده نباشیم، احساساتمون رو بهش ندیم، مثلا چیزش نکنیم، حالشو خوب نکنیم، مثلا یه دوست دختری دارین چیزی دارین، این آدم از زندگیتون مثلا میپره. نه، اشتباهه، اینجوری نیست. شما وقتی دهنده هستین دیگه طرف اصلا خیالش راحت میشه که شما دیگه نمیپرین. خب گفتم دیگه از ناخودآگاه طرف میفهمه که شما یک امولین. خب از ناخودآگاه، از ذهن قدیم میفهمه که از شما فقط باید بگیره، فقط باید بده پولاتو بده، همه چیزو بده. خب خیلی مهمه که به این مرحله نرسین. رسیدین هم سریع در واقع ترکش کنین و بتونین موضوع رو پیش بگیرین. یعنی یک طرفه نباید بشه. خیلی مهمه این قضیه. و در صورتی که فکر میکنین که مثلا اگه این کارو بکنین دیگه کسی تو زندگیتون نمیمونه، نه، اشتباه میکنین. شما وقتی این بهش حذف عاطفی میگین، خب شما این کار رو انجام میدین، از اون چی میگم، از اون حالت فکری ذهنی میایم بیرون. خب فکر و ذهنتون که جایی نرفته، همون آدم هستین. پس کم کم این فکر و ذهنتون دوباره سمت یه شخص دیگه میره. خب یعنی اون شخص هم در واقع میاد به سمت شما وقتی مثلا ارتباطاتون رو مثلا بیشتر میکنید. خب و اینجوری شما مثلا احساس تنهایی نمیکنید. خیلی مهمه که در زمینه احساسات هم بی‌رحم باشین. اینجا خیلی مهمه که احساساتتون بر منطقتون چیره نشه. اگه این اتفاق بیفته زندگی میزنتتون واقعا. نباید احساساتتون بر
منطقتون چیره بشه. وقتی گفتیم من این آدم رو از لحاظ عاطفی حذفش میکنم، یعنی حذفش میکنم، تمام شده رفت. این کارو میکنی و روش زمان میدین. زمان بزرگترین درمانه و این کار رو انجام میدین که چیز در واقع انجام نشه، یه دفعه تو زندگی شکست نخوری. تازه روز 3 فروردین شد. مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. لایک، فالو و یا همون سابسکرایب و فعال کردن زنگوله از یادتون نره که ویدیوهای بعدی هم که وقتی گذاشته میشه بیاین و ببینید. مرسی، تا دیدار دیگر، بدرود.